خوش اومدید به اولین ویدیو از کانال پدرپسری. قراره توی این کانال از ویدیوهای چالش، ریاکشن و ویدیوهای مختلف خنده‌دار و فان بذاریم. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله‌اش هم فعال کنید که اگر ما ویدیویی گذاشتیم نوتیفیکیشنش بیاد. خب قراره توی این ویدیو یک چالش به همراه پدر بریم. چالش این که چیو ترجیح میدی بابا؟ ترجیح میدی چه کاری انجام بدی؟ برای چند تا سوال آماده کردم. خب قراره با هم دیگه به اون سوالا جواب بدیم. خب سوالایی که ترجیح میدی چه کاری انجام. قانونش اینه که من سوال میپرسم، مثلا این کارو ترجیح میدی یا اون کارو ترجیح میدی، و شما بعد این که اون کدومی که از اینا ترجیح میدی رو انتخاب کنی و اینکه دلیلش رو بگی. اصلا نظر در مورد این چالش چیه و هر حرفی داری سلام علیک داری بگو. درود دوستان عزیز. بله فعلا که امیدم یک فیلم برای شما بگیره. پسر ما گفت برای فیلم بگیره، میریم حالا وضعیتش چیه و ما هیچ جا بی‌خبره. فعلا الان که توضیح داد آقا پسر ما دیگه تموم شد. تموم شد. حرف دیگه نداری؟ نه دیگه. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. آقا هی ترجیح میدی هیچ وقت نخندی یا اینکه هیچ وقت نخوابی؟ بله دیگه اینجوریه، باید ببینید نخواب یا نخندی. نخوابی و نخندی. یعنی ترجیح میدی نخندی. ما نمیتونم نخندم. بله صحیح، قبول دارم. ولی خب نخوابیدن آدم نیازه که میمیری. خب میگم دیگه. حالا خندیدن نخوابی، میگم که بخواب. پس ترجیح میدی نخندی. میخوام میمیری دیگه. خب بس که داره چند اگه همیشه بگی او قضیه جدا، اگه همیشه میمیری دیگه. ولی خندیدن دیگه باید. پس انتخابت اینه که بخوابم. ترجیح میدی که نخند. میشه نخندم. خب نه دیگه، وقتی من میگم این ترجیح میدی یعنی که ترجیح میدی چیکار بکنی چیکار نکنی. این که واقعا کیجی نیست. خب ترجیح میدی بری به گذشته یا بری به آینده؟ برم به گذشته، برم به آینده. گذشته. خب گذشته. خب ترجیح میدی تو بدن یکی دیگه باشی یا اینکه هیچ احساسی نداشته باشی؟ خب بگو دیگه، جواب بده. چرا اصلا برم به بدن یکی یا برم به بدن چی بدن باشه؟ نه خوبه بس یه بدن باشه خلاص. ولی خب دیگه چی بود؟ اینکه کلا هیچ احساسی نداشته باشی. احساس نه، احساسشون بهتره. بدن یک نمیاد. خب پس ترجیح میدی که هیچ احساسی نداشته باشی. بده تو بدن یک نمیاد. ترجیح میدی بهترین گوشی گیمینگ دنیا رو داشته باشی یا بهترین سیستم گیمینگ دنیا؟ بهترین گوشیه، چون سیستم وقتی نمیتونم باهاش بازی کنم برای چی داشته باشم؟ ما موبایل سیستم، ما موبایل پلیر رو سیستم. تو میخوای سیستم. من گیم میزنه برای همون. خب بهترین گوشی گیمینگ دنیا دارم میگه، ولی خب من سیستم میگم. هر کس تو زندگی کار خودش دیگه، چون با سیستم میشه جدیدن بازی موبایلی هم با شبیه سازا انجام داد. سیستم خیلی وای باشو. وقتی ما نمیتونم با سیستم کار کنم یاد میگیری. نه ما گوشی پلیر رو وقتی گوشی پلیر با گوشی پلیر بدم میگم بهترین گوشی گیمینگ چه سیستم جاشون بیام نگاهش کنم. بهترین نگاهشون چه باید؟ ما میخوام بازی کنم، نگاه کنم. ترجیح میدی همیشه جوان باشی ولی نتونی از جوونیت لذت ببری یا اینکه همیشه پیر باشی و لذت دنیا رو؟ دیگه لذت بردن مهم لذت بردنه. آقا پول در میارین باش لذت. هر تو هم مخوره نه خوردن باید با لذت بشه. مهم لذت. آقا کسی که دی دنیا با وجود میاد برای لذت بردن از دنیای حرفای خیلی سنگینه. لذت ببری. لذت پدرانه زدی. ترجیح میدی که صدات خیلی خوب باشه ولی از لحاظ هیکل و اندام بد باشه، یا اینکه ترجیح میدی اندامت خیلی خوب و خیلی هیکلی باشی ولی صدات بد باشه؟ نگاه در اصل الان فرض کو انسان ها درصد بیشترش صداشون بد. خب درسته. صدای خوب هر کسی صدای خوب کم، ولی تیپ و قیافه بهتره داشته باشی. ولی صداش ولی بد قیافه باشی. کسی که بد قیافه باشه صداش خوب بشه بره جلوی تلویزیون یا جای بخونه کنسرت فلان یک بیاش نگاه نمونه. الان در ایران ما خیلی هستن، چه زنا چه مردا صداهاشون خیلی عالیان ولی نه موقعیتش براشون پیش میاد نه کسی ازش حمایت بکنه. خب و شرایطش در کشور ما این نیست که الان یک زن خیلی هم صداش عالیه، خیلی خوانندگیش عالیه، ولی در کشور ما شرایطش این نیست که خواننده بشه. ترجیح میدی که
بله یک غذای مورد علاقه تو عمرت بخوری بله یا اینکه تو کل عمرت اون غذای مورد علاقه رو نخوری به جز اون غذای مورد علاقه. نگاه یک چیز است که انسان وقتی یک چیز زیاد میخوره 2 بعد از 3 بعد میخوره چی دیگه زده میشه. دلت زده میشه درست. نمیخوره این اون قضیه لذت ازش نمیبری دیگه یک بار دیگه. ولی چرا وقتی شما غذاهای مختلف داری استفاده میکنی متنی ازش لذت ببری؟ چرا؟ چون طعمای جدید میاد. درسته؟ صحیح. طعمای جدید داره. خب اون جایی یه دونه غذا طعم خب داره. باشه. من خودم فقط یه دونه غذا که مورد علاقه هم نیستش که اصلا گیرم آقا تو بهترین غذا مورد علاقه یه غذا بهترین غذا هم هست. درست. خب ولی وقتی 1 2 بار 3 بار مخوری دیگه دلت زده میاد دیگه اون لذت ازش نمیبری. حالا شما که لذت برده باشین هم از ویدیوی کدومو ترجیح میدی، قرار بود یه ویدیو خیلی فان و خوبی باشه ولی ویدیویی بود که خیلی جنجالی شده و صحبت‌ها و نصیحت‌های پدرانه شنیدی. و اگه حرفی داری تا ویدیو رو تمامش کنیم. نه دیگه دمت گرم، دست شما در نکنه. بچه‌ها خیلی ممنون. دوستان عزیز لایک سابم یاد شما نرد. Thank you very much. اگر از این ویدیو خوش اومد حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حتما در مورد این ویدیو کامنت کنید و تا ویدیو بعدی بدرود.